حاجی یه پادکست نگیریم؟ بذار ببینم اوکیه. بریم برای اپیزود 10 پادکست آلتو تب. اپیزود 1 اپیزود اول. چرا؟ حقیقتا دیروز 10 تا اپیزود ما ضبط کردیم. آره 10 تا اپیزود ضبط کردیم. دیروز از بالا دستور اومد که اپیزود اول باید از اول بگیریم. کدوم بالا؟ بازرس حاج خانوم یه ذره حرفای چرت و پرت خب الان 10 تا اپیزود راجع به چی بود اصلا اپیزود اول؟ نداره. یه بار راجع به روابط بود. یه بار دیگه میگیریم حرفای چرت و پرت زیاد زنیم. حرفای درست حسابی میزنیم. خود حواست باشه این بار درست حرف بزن. چی بود گفته بودی دخترها فلان؟ من خیلی بد گفته بودم. پس برای اپیزود اول خب خوش اومدید به اپیزود اول پادکست آلتو تب. یو آلتو تب آلتو تب آلتو تب. نه اینشو نداریم. خب از اول بیاییم بگیم ما اصلا تو آلتو تب میخوایم چیکار بکنیم. بگو داداش. اصلا معرفی کردیم. اونا هم کردن. معرفی توی اپیزود قبلی، اپیزود اول معرفی کردیم دیگه. معرفی نه اپیزود آلتو تب معرفی اپیزود نکردیم. آلتو تب نه. خب معرفی کن. سلام، من محمد جوادم با لقب میگن؟ آره با لقب جی و حاج محمد گرامی هستم با نیکنیم متیو. یک هفته از صلوات بفرستید برای متیو. اللهم آزدامش را برد. خب ما تو آلتو تب اصلا میخوایم چیکار بکنیم؟ اصلا چی شد که اسم این پادکست رو گذاشتیم آلتو تب؟ ما گفتیم ما که میخوایم روی همه موضوعات مانور بدیم، راجع به همه چیز صحبت کنیم. دایره موضوعاتمون خیلی بازه. بعد وقتی آلتو تب میزنی رو کیبورد چی میشه؟ روی این دایره موضوعات سویچ میشه. بعد یهو به ذهنمون زد که بذاریم اسمشو آلتو تب. آره آقا ما داریم آلتو تب میکنیم رو موضوعات مختلف، موضوعاتی که بازرس قبول کنه. ما همه راجع به همه چیز صحبت میکنیم تو این پادکست. آره ولی یه مقدار اون همه چیزا رو باید فیلتر کنیم برای بازرس. آقا ما این اپیزود اول رو گرفته بودیم چند وقت پیش. بله. بعد خب واقعا اپیزود اول بود، یعنی ما اصلا هیچ تجربه نداشتیم. خیلی چیز گفتیم توش، بولشت زیاد گفتیم توش. آره من ممیزیم تو این پادکست. من هر چیزی که بخوام میتونم. من ولی نمیتونم. پریروز داشتم خیلی اتفاقی این اپیزودها رو داشتم به حاج خانوم نشون میدادم که اینجوری شدم که چه حرفای بدی زدم. من باید یاد بگیریم که حرفای درست بزنیم. حرفای فکر شده درست. آقا اصلا نظریه من احساس میکنم من کلن آدم اشتباهی بودم تو اون اپیزود. واقعا دیدگاه هم نسبت به خیلی از چیزایی که راجع به روابط ما صحبت کردیم تو اون اپیزود عوض شده. کاملا. و الان میخوای یه دیدگاه جدیدی رو روی ما باز کنیم. دقیقاً. ما مثلا حرفایی میزدیم که نمیدونم آلفا باش نداریم. دختر تاج سره. اصلا هر چی دختر بگی خانم بگی. نه من اینو قبول ندارم. آزدامش را برد. من چنلمو میزنم به نام خانم. خب چه خبر؟ سلامتی آقا. امروز اومدیم که بچه‌ها رو یکم آشنا کنیم. یه ذره ویدیو اول گذاشتیم. ویدیو اول دیدید؟ دیدن انشالله که بچه‌ها ناموسن دیدید. انشالله که دیدن. ندیدید برید ببینید، خیلی خوب شده. آره یه یادآوری کردیم از گذشته، از دوران بلوغ. یه یاد و خاطره ای بود و یه معرفی کردیم خودمون رو که می‌خوایم چی کارا بکنیم. آره. بعد اپیزود 0 بود دیگه. اپیزود که نبودیم. یه نوع ویدیوهایی بود که حالا ریاکشن روی چنل ما بود. از اون ویدیوها هم خواهیم داشت. آره جذاب بود، خیلی حال داد. بعد الان اون ویدیو گذاشته و بچه‌ها میخوان با پادکست ما شروع کنم. این پادکست ما مکانیزمش
شامل سرگرمی از سوی من و شامل خودآگاهی از سوی عموجیه. آره شاید به قیافمون نخوره برعکس باشه. آره یهو سویچ میشه. الان ما یه قسمت‌های دیگه داریم، یعنی الان این اپیزود بیاد، اپیزودهای بعدی دیگه مال زمان جنگ و ایناست. آره اصلا زمان جنگ و یه قبل جنگ هم داریم. قبل جنگ هم داریم، دو تا، یه دونه توهین جنگ داریم، یه دونه تازه بمب خورد داریم، یه دونه بعدش داریم. اونا رو ریز میذاریم دیگه. شاید اون موقع من کچل بودم، من اون موقع مثلا این اپیزود مودارم، اپیزود بعدی کچلم. آره تنوع شما میتونید توی این پادکست خیلی جالب داشته باشید. خوبه، دوست دارم، خودم رو دوست دارم. من یه تصمیم بزرگی گرفتم، حالا بپریم تو بس. من بعد از فکر می‌کنم یک هفته است 2 هفته است که تصمیم گرفتم دیگه کلا فول تایم یوتیوب و پادکست و اینا کار کنیم. چی شد از که این تصمیم شغلم گرفتی؟ استعفا دادم. یه ذره زود این کارا کردی. هنوز مانیتایز نشدیم داداش. ببین خب من یه طرز فکری دارم توی سر خودم، اینه که مثلا ما وقتی هدفی رو برای خودمون میذاریم و میگیم میشه، نمیتونیم بذاریم اون هدفمون رو پلن بی. به نظرم اون 100 انرژی تو میخوای بذاری. اون کاری که تو میگی پلن ای منه و میخوام اون کار رو داشته باشم، باید اون کار بشه. اون کار مثلا یه پلن دیگه داشته باشم، اینو در کنار اون انجام بدم. تو داری این انرژی رو به کائنات میفرستی، این حالا هر جوری که میخواید، یه حس، یعنی زبان کائنات اون حسای ما دیگه، تو داری این حس رو منتقل میکنی به جهان که مطمئن نیستم من از این کار. این انرژی رو به جهان میدی که من مطمئن نیستم و چیزی که مطمئن نباشی احتمالاً برات اتفاق نیفته. حالا یه سری فکرها داریم برای حالا کسب درآمد و بالاخره نمیشه بدون پولم ولی زندگی جرأت زیادی میخواد. آره این شجاعت رو من توی چند تا بخش از زندگیم داشتم که مثلا از یه کاری که توی مخم بوده، یه جایی که ارزشمو نمیدونستن، یه جایی که واقعا از می‌بینی توی بدنم احساس میکردم که اونجا جای من نیست. حالا بدنم، ذهنم بهم میگفت، بدنم احساسش میکردم که اونجا جای من نیست. هر وقت که این شجاعت رو انجام دادم، همین شجاعت هم من واقعا 1 سال دارم بهش فکر میکنم. خب هر وقت اینو انجام دادم مثلا انگار دنیا یه جورایی به من پاداش داده. من مطمئنم که اتفاقای خوبی در انتظارمون هست. خوبه حاجی، این جرأت جذاب. آره خوب شد که در اومدی. قراره که پس یوتیوب کار کنیم و یوتیوب کار کنیم و یه سری کارهای دیگه. چه کاری؟ دیگه. خب ایشالله که مانیتایز هم بشیم بچه‌ها، لطف کنن. ایشالله دیگه از کارمون در بیایم دیگه، بزنیم توی یوتیوب. و از کی ما قراره یوتیوب کار کنیم؟ سال هاست قراره شروع کنیم. آره واقعا دیگه بچگی دیگه. تو دیگه خودت ویدیوهای خودتو نگاه کن آره دیگه. من اینقدر بودم. آره بذار بزرگتر حدودا همینقدر. یه ولاگ داریم، ولاگ اجرا. آقا چی شد که ما این ولاگو گرفتیم؟ حاجی اجرای خوبی بود به نظر تو؟ خبری و سوالی یه لحظه دیدی خبری گفتی، قرار بود یه ریاکشن بعد نسبت نشون بدم، سری پیچوندی، سری زدی بیرون. ببین من الان عاشق لینکین پارکم. خب حالا به خاطر یه حالا تبلیغه، ولی ما عددی نیستیم فعلا. آره تبلیغ کنیم. آره پادکست آلبوم اپیزودهای آخرش بینو به همه دارم میگم. یعنی به مامانم هم رفتم گفتم با هم. خب یه 4 تا 5 تا اپیزود، شاید هم 6 تا. آره 6 تا اپیزود 1.5 ساعت راجع به لینکین پارک اصلا چجوری بودن. بعد اجرا رو ما قبل از اینکه این پادکست رو گوش بدیم رفتیم. خوب بود البته. آره اجرای خوب بود، ولی خب الان میرفتم خیلی بیشتر احساس می‌کردم حال می‌کردم. چون اجرای کلا کانسپتش اینجوری بود که کلا ترک‌های لینکین پارک رو پخش می‌کردن. کلا دوست داریم ما میریم از این جور اجراها. آره بعد گفتیم یه ولاگ بگیریم دیگه. اون روز دیگه بلند شدیم و از صبح شروع کردیم بداهه نواختن و لباس پوشیدن و کارهای عجیب غریب. ولاگ خیلی جذابی هم شده. ولاگ پریه، ولاگ جالبیه. بعد دیگه بلند شدیم و یه خورده کلمونو پر کردیم رفتیم. آره خوب بود، جالب بود، حال داد، جو باحالی بود. این توی خوبیش این بود که هیچ دختری اونجا نبود.
آره دیگه کلا چون اجرای چیز پسرونه بود. آره گفتن که همه پسر باشن آره، دیگه. در حالا تو جریان. ولاگ میبینن. آره. خوش گذشت. ایشالله ولاگ بعدی کنسرت بهنام بانی. به به. چی میخونه بهنام بانی؟ دو قرص قمر منی تو دنگ دل من. بپریم توی موضوع. یعنی ما الان یه آلتو تپ کردیم آلتو رو تپ استفا، یه آلتو تپ کردیم رو ولاگ، یه آلتو تپ کردیم رو، الان میخوایم آلتو تپ کنیم توی روی رابطه. رابطه و ضوابط آن. رابطه فقط باید با یه نفر باشه. اینو شما باید در جریان. ببین اینو شما که 100% داشت یه باید چیزی. ببین اصلا تو زندگی گذشته مهمه. یک نفر تو زندگی میری یه دختر اوکی ان هر کاری. پسر یه دختر ور میداره میذاره رو سرش. ما اصلا میتونیم راجع به رابطه صحبت کنیم. میتونی تو صحبت کنی من گوش میدم. نه خب به نظر تو همین راجع به همین میخوام باهات صحبت کنم. به نظر تو الان یه آدمی هستی که میتونی کامل خودتو بروز بدی توی رابطه؟ نه اصلا. سری چیز شد، دراماتیک شد. این اپیزود کات. بچه ها از این دیگه ویدیو نبینید. جا رو کلن کات. آقا اصلا بیا ریشه ای صحبت کنیم. آره من عاشق ریشم. چی شد که ما تصمیم گرفتیم اپیزود اول راجع به رابطه صحبت کنیم و نظر تو راجع به رابطه چیه؟ عشق رو که آخرین بار تجربه کردی؟ ببین چیزی که ما باعث شد ما راجع به رابطه صحبت کنیم، خب رابطه ایست ترندیه، یه چیز باگ در جامعه ما. آره باگه و خیلی مردم دوست دارن بشنون راجبش، ببینن نظر بقیه راجع به رابطه چیه و یه هم میتونیم عمیق بهش نگاه کنیم، هم میتونیم سطحی بهش نگاه کنیم دیگه. اگر بخوام عمیق به عمیق رابطه نگاه کن، من سطحی نگاه باش. من میخوام عمیق نگاه کنم به رابطه. ما نیاز داریم به یک یار. به نظرم یکی از کیفیت‌های یک انسان، یکی از کیفیت‌هایی که قلب یه آدم میتونه داشته باشه اینه که بالاخره یه یاری داشته باشه. به نظر من که همش هورمونه. الان همینو برمی‌دارن میذارن تو اینستا. ببینید چی گفت. شوخی دارم میکنم. خب نه هورمون هم میتونه باشه. از هر دیدگاهی میتونیم ما بهش نگاه کنیم. خب و مهم اینه که شما چه کیفیتی توی اون رابطه رو میخوای. چه کیفیتی از اون رابطه رو میخوای. شما مثلا میخوای که توی رابطه فقط نیاز جنسی داشته باشی، شما میخوای نیاز عاطفی و جنسی داشته باشی، شما نیاز عاطفی داشته باشی جنسی نداشته باشی. چه کیفیتی رو ما میخوایم توی اون رابطه داشته باشیم؟ خب اولین تجربه تو از رابطه چی بود؟ دوست دارم اینو خیلی کنجکاوم راجعش. اولین تجربه من چند سالت یه بود؟ رابطه جدی. من رابطه جدی ما بخوام بگم که طولم کشیده مثلا بوده قبلش. چند؟ بگو اونو بگو. آره جدیشو من مثلا میتونم بگم 17 سالگیم بود. خب اگه جدیشو نگی چند سالگی بوده؟ یا اول پنجم ابتدایی مثلا. آره پنجم ابتدایی مثلا اسکیت تو پارک بازی می‌کردیم، مثلا نامه می‌نوشتیم. اون موقع مثلا گوشی لمسی نبود. خب ولی خب مثلا جدیشو بخوام بگم که رابطه زیادی بوده و اینا 17 سالگیم بود. من مثلا دخترم 2 سال از من بزرگتر بود و آره یه رابطه‌ای بود که خب بچه‌ای دیگه مثلا 17 سالگی شاید یه 17 ساله باشه خیلی چیز باشه عمیق‌تر بتونه فکر کنه. موقع مثلا ما دنبال این بودیم که فقط اسکیت بورد و فلان و یک دختری باشه و مثلا اون موقع بود اینجوری بودی که آره اون موقع بالاخره خط فکری خودمون رو داشتیم ولی خب صرفا انقدرم آگاه نبودیم دیگه. یه بچگیه و هزاران. آره بالاخره اونم یه تجربه است دیگه. این تجربه ها به هم وصل شده که الان مثلا میگه جی الانو ساخته. اون رابطه مثلا بالا پایین خودشو داشته، نمیدونم همه چیشو داشته و یاد گرفتم دیگه. رابطه تقریبا تاکسیکی هم بودش. تاکسیک؟ آره. تاکسیک بود پس. آره تاکسیک بود. چند سال بود؟ چند وقت بود؟ فکر می‌کنم یکی دو بار وسطش کات شد. فکر می‌کنم تا 20 سالگیم هم طول کشید. چه تاکسیک طولانی مدتی. آره هی مثلا یه بار من مثلا سوتی دادم، یه بار اون سوتی. ولی بچه بودید دیگه، اب نداره. منم از این کارا زیاد کردم. آره تو اولین رابطت چی بود؟ من
من هنوز رابطه من فقط با دوست دختر اولین رابطه من به از همین تریبون میگم که خب ما داریم صحبت میکنیم دفاع کن ازم. یه صحبته. خب بستگی داره چه جوری نگاه کنیم. اگه بخوام مثلا نیمه مثلا جدی نبوده مسخره بازی باشه، مثلا میگم 15 سالگی بود که با یه نفر بود که مجازی بود، اون کرج بود، من تهران بودم، هیچ دسترسی به هم دیگه نداشتیم. دیدید هم دیگه نزدیک یه بار؟ نه. آره خیلی جالب بود. بعد مثلا چقدر بود؟ فکر کنم 8 ماه اینا بود. 8 ماه یارو رو ندیدی؟ آره قرار بود ببینیم، نمیدونم چی شد که دیگه نشد. چیز شد. خیلی داستان جالبی داره. این خانواده‌اش خیلی گیر بودن، خیلی مذهبی تیر بودن. اونم 15 سالش بود قاعدتا. اونم واردی 15 سالش بود. خب بعد مذهبی تیر بودن. ما چت میکردیم، بچه بودیم دیگه، اون میگفت تو پسری، من تو دختری. آره دختری. آره صحبت میکردیم. بعد مثل این که این باباش چتاشو دیده بود با من. آره چتاشو با من دیده بود و گوشیشو زده بود تو دیوار، خورده خاک شیر کرده بود. بعد ما خب رابطمون مجازی بود. یه شب خوابیدم، صبح پا شدم دیدم دیگه دوست دخترم محو شد برای همیشه. بعد من اینجوری بودم که خدایا چه اتفاقی افتاده. بعد کجا فهمیدی باباش گوشیشو خورد که بعد اومد بعدش؟ ببین یه جوری بود که انقدر شرایطش چیز بود که هیچ جوری نمیتونست بهم اطلاع بده. من فکر می‌کنم 3 ماه خبر ندارم. من یهو مثلا فرض کن شب بخوابی صبح پاشی دوست دخترت محو شه، دیگه خبری ازش نبود. 3 ماه یهو بعد 3 ماه با یه گوشی دیگه پسر خالش بود، نام کی بود، آره من مسیج داد که ببین من گوشیم خورد شده. بعد فرض اون موقعی که مسیج داد اینجوری بودم که بالاخره خیلی عادی دیدی مثلا جوونم هستی فانتزی تعهد داری. من اینجوری بودم که من دوست دختر گم شده دارم، دوست دختر گم شده دارم، کمک. یه درامایی ساخته بودم واسه خودم عجیب. بعد خیلی جالبه اینو گفتی که یه فانتزی تعهدی. نگاه کن ما هر چقدر سنمون کمتره انگار تمایل بیشتری به متعهد بودن داریم. من مثلا خودم یادم همین 5 ابتدایی که دوست دختر داشتم و دارم بهت میگم، اصلا دختر دیگه رو نگاه هم نمی کردم. مثلا بغلم رد میشد نگاه نمی کردم. چیزشو داشتی دیگه، ارقشو داشتی. آره میگفتم مثلا من باید متعهد باشم. پاک بوده دلمون، پاک بوده دیگه، همه دلشون پاک بوده اون موقع دیگه. هر چی به مرور زمان میری جلوتر کثافت رفتیم، کثافت ترم کشیده خواهیم شد. شما من که خوبم، من که داداش مدام متعهدی هم داشت. من واقعا یکی باشه که قلبشو واسه آدم بذاره. من دارم حرفش. خب بیا راجع به فرند زون صحبت کنیم. بذار من یه چیز دیگه هم ازت بپرسم، میخوام یه ذره جنجالی ترش کنم. بپرس. بعدش میریم سراغ اون. اولین باری که دیدی مثلا بچه‌ای دوست داری به یه نفر ابراز کنی که مثلا کراش داری روش میخوای باشه، اولین بار کی بوده به یه نفر مثلا بگی که من روت کراش دارم؟ خیلی اونم برمیگرده برای خیلی بچگی. نداره، همون فانش همونه. ببین مثلا چی خیلی داستان جالبی بخوام تعریف کنم. یه دختره بود تو پارک ما اسکیت بازی میکردیم، همون که باهاش 5 ابتدایی دوست شدم. مثلا یکم قبلش من اونو دوست داشتم، یکم بور بود، اسمش هم عسل بود. یعنی اونی که باش بودی نه؟ اونی که باش بودم نه، اون اسمش فاطمه بود. بعد اونی که باش بودم نه، یکی دیگه اسمش عسل بود، بور بود. اونم خوشش میومد از من، میفهمیدم اون دوستش. چند سالت بود؟ اون حال میکردم 5 شاید 10. آره یه 5 اینا بود. 11 سالم بود دیگه، 10-11 سالم. آره چقدر مدرن بودی داداش. خب آره و گیر نمیدادن به من زیاد. من اسکیت، این اسکیت پاییا داشتم، این ژله‌یا. بعد دور پارکم جیمی چرخیدم، میپریدم. اون موقع هم عاشق پریدن و پارکور و اینا بودم، ولی خب اون موقع پارکور کار نمیکرد. خب خلاصه من به خاطر اینکه برم مثلا جلب توجه کنم جلوی اونا، با اسکیت میرفتم خودمو مینداختم زمین. مثلا میگه بیا کمک. مینداختم زمین که اونا مثلا بخندن، حال کنن. خیلی اسکول بودم. خیلی اسکول بودم. و بقیه هم دنده میدادن آره برو بخور زمین فلان. خب آره و اونا هم میخندیدن، ولی بعد دختره خوشش میومد ازم، مثلا احساس میکردم. اون موقع من بچه خوشگل بودم دیگه. اون موقع پسرا دنبال من بودن، من دنبال. بعد چی شد که ابراز کراش کنی؟ همون ابراز کراش همون بود دیگه. بپری وسط بیفت بندازی زمین. بعد
خدایا اونو چجوری مخ اون دختر پنجم ابتدایی زدم یادم نمیاد. اون موقع مثلا من کربی داشتم، نه مثلا کربی و باهاش 6 ماه دوست بودم، بعد گرفتم. بعد یادم یه پسر اومد گفت میدونی این دختر، یه پسر عاشق اونی که من باهاش دوست بودم بود. خب اسمش چی بود؟ علی سفری اینا نام بود. نمیدونم. خب خیلی ریز جسه بود. بعد با هم میاد میگفت میدونی این برای چی با تو دوسته؟ مثلا برای چی؟ برای کربیه تو دستت. گفتم ما چی کربیه دیگه والاشی چی؟ آره اونو یادم نمیدونم شماره‌شو گرفتم رفتم بهش پیام دادم و بهش گفتم خوشم میاد، اونم حال کردی. پس ابراز کراش اونجوری نداشتی که مثلا یه مدت رو مخت باشه یه پیامی بدی؟ نه دیگه داشتم. چرا داشتی غیر از اون؟ میگم من خوشم آمده بیا بیشتر باشیم. به چند نفر تا حالا بس واسه ایزی بوده. گفتم تا حالا خیلی ایزی بوده بس واسه. آره میگم دیگه. نه من اینجوری نبودم. من یه دختری بود که بعد از اون که اون اولین رابطه مجازی تموم شد تازه مثلا میخواستم وارد واقعیت بشم. من 15 و نیم 16 سالم بود. یه دختری بود که ساز میزدیم کلاس. آره بعد من از این خوشم میومد. بعد بچه بودم دیگه دختر فلان. بعد اینجوری بودم که آره خوشم میومد از این. بعد من خیلی مدت طولانی خوشم میومد، مثلا یه میدی 6 ماه 10 ماه مثلا یه سال من از یارو خوشم میاد. بعد نمیتونستم با چی کار کنم، اینجوری که چی کار باید بکنم. مثلا میرفتم میگفتم سلام، اینجوری بودم سعی میکردم باهاش صحبت کنم. بعد اون منو دکشم حساب نمیکرد. خب بعد من اینجوری بودم که حرف میزنیم. بعد یه زن دوستی معمولی تو کلاس شکل گرفته بود و آقا ما یه رفیق داشتیم به اسم امیر. یه خیلی رندوم به من مثلا رفتم درد و دل کردم، گفتم من از این دختر خیلی خوشم میاد، دارم دیوونه میشم. اینو میشه چیکارش کنم؟ گفت برو یه تکس 5-6 خطی حرف دل تو بزن بهش، راحت کن خودتو. دنده داد ان شاءالله فرض کن یارو جواب مثبت بده، فردا میری بیرون بغلش میکنی بوسش میکنی. گفتم بعد دنده داد به من، دنده داد و من رفتم جوری با لرز 6 خط پیام نوشتم من از تو خوشم میاد، دوست دارم فلان، خیلی وقته، یه ساله، اینجوریه اونجوریه. خیلی هم محترمانه و ترتمیز و یعنی خیلی شیک بود. نوشتم و اینجوری بعد 100 بارم ادیتش کردم و اینجوری بودم که خدای بدم دادم پوش رو پرت کردم اون وقت. بعد گفتم خدایا اینو الان سین کنه چی میشه، دیگه استرس دیگه تا خدا. بعد این یهو یه شب خوابیدم صبح بیدار شدم جواب داده. خب دیدم پیامش اومده، گفتم واقعا جزو استرس زاترین روز زندگیم بود. باز کردم دیدم 3 خط نوشته که من اصلا علاقه ای ندارم با آدمی مثل تو آشناشم، تو چرا باید همچین حرفی رو به من بزنید فلان 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 فلان. چیکار کرده بودی مگه؟ چرا تو پرت بهم گفت آدم عنی بوده. آره بعد هیچی دیگه من اصلا دیگه روزگارم به فاک رفت. بعد طرفم بعدم زد بلاکم کرد. تو رو خدا چیکار کرده بودی مگه؟ به خدا 4 تا خط شیک و ترتمیز و جنتلمنانه و سنگین داده بودم. یعنی اصلا عین غریبه، عین مزاحم خیابونی با هم برخورد کرد. خاک تو سرت به خدا، از همین تریبون میگم. خب میگفتی نه عزیزم. بعد دیگه آخه اونم بچه بود دیگه، مثلا اون از من بزرگتر بود. من کی هستم؟ اون از من بزرگتر بود. یعنی من اون موقع مثلا 16 و نیم 17 سالم بود، اون اول دانشگاه بود. یعنی 18 19 بود. من 16 17 بودم، اون 18 19 بود. آره بعد دیگه بعد از اون دختر میدیدم جیغ میزدم. اصلا خیلی تاثیر منفی گذاشته بود. بعد دیگه فرض اونو تو کلاس باز میدیدم. یه برهه دارکی بود، اصلا کلا دوست نداشتم اون برهه رو. بعد دیگه خلاصه یه ذره گذشت و من اینجا هنوزم که فکر می‌کنم چه فازی بود اون برخوردو کرد.
آره اینم خاطره جالبی بود از من که لیاقت نداشت به خدا. دیگه ایشالله هر جا که هست موفق باشه. خب میریم رو بحث شیرین. شیرین که نمیشه گفت. شیرین که نمیشه گفت. آقا نظر تو تا حالا تجربه رابطه‌ای داری؟ یکی رو دوست داشتی که مثلا تو رو بگه تو دوست معمولی منی، تو با من تو رابطه نیستی، تو دوستش داری ولی اون بهت میگه داشمی تا صبح. وای خدا برای گرگ بیابون نیاره. خب ببین این به نظرم تقصیر خود آدمه دیگه. خودت تعیین میکنی که خودت تعیین میکنی بری. یارو دوست میشی. اگر تو یارو رو دوست داشته باشی. تجربهشو نداشتی؟ تجربه فرندزون بودن و داشتی؟ خب تو تعریف کن تا من یادم. چیز داشتم، حالت سیچویشنشیپ. سیچویشنشیپ یعنی چی؟ آره سیچویشنشیپ یعنی یه رابطه‌ای که تو نمیدونی تکلیفت چیه. بلا تکلیفی شیپ. نه آفرین دقیقاً. یعنی اینکه تو طرف تو رو دوست داره باهات ارتباط برقرار کنه ولی نمیگه که تو باش تو رابطه‌ای یا باش رفیقی. چرا نمیگه؟ و میدونه تو اگه به یارو بگه فرندزون منی، مثلا تو دوست معمولی منی، ممکنه تو قطع کنی رابطه رو. یا اگه بگه تو من و تو با هم تو رابطه ایم، ممکنه خیلی امتیازهای دیگر رو مثلا از دست بده. درست. این یارو این همچین کاری میکنه. من یه همچین تجربه دارکی داشتم که امیدوارم برای گرگ بیابون قسمت من قرار بود به خاطر رابطه‌ای دارم از گذشتم صحبت. فعلا که اولین دوست دختر تو با پیشنهادی که دادی و گفتی این اپیزود رو نمیذارم. خب آره دیگه تو بگو. نه فرندزون برای من پیش نیومده. من مثلا تو یه تایمی مثلا بوده که مثلا تو اون حالت بودم، بعد گفتم و مثلا گفتم که اینجوری از من خوشم میاد از. آره ولی نه چیز شده. بعد دیگه آره اصلا جوابمو نداد. بعد به همون رویه خودش ادامه داد. فرندزون هم نبوده اصلا. نمیدونم آجی، مثلا تو هم میدونی دیگه داستانو. من رفتم مثلا یارو گفتم شاید خب اون نمیدونه، آخه منم یه جوری رفتار میکردم که انگار دوست. گفتم بذار من حس واقعیمو بگم به طرف، شاید اونم خب یه چیز حسی داشته باشه. خب دیدم که نه، مثلا جواب نداد که حداقل اون دوستی بینمون از بین نره. یعنی یه دوست معمولی بوده. آره دوست معمولی که واقعا هم باید در همون دوست معمولی میمود. من فکر میکردم که باید به نظر من دوست معمولی اشکالی نداره. فرندزون رو به نظر من باید تو دسته‌ای قرار بدی که مثلا صمیمیت بیش از حد. تو با یه دختری صمیمی، یعنی عین دوست پسری واسه طرف، ولی دوست پسرش نیستی. دوست معمولی که دوست معمولیه دیگه، به واسطه یه نفر مثلا با طرف در ارتباطی، به واسطه کلاس دانشگاه در ارتباطی، به واسطه سر کار ارتباطی، اوکیه. فرندزون نیست هست یارو. آره دیگه. ولی مثلا یکی هست میبینی بهت نزدیک میشه ولی مثلا تو رو ریجکت میکنه. آره دیگه نیم بلا تکلیف. اون تو هم سیچویشنشیپ اونه. نه سیچویشنشیپ یعنی اینکه یارو ریجکتت هم نمیکنه. نه بعد تو هم همون جوری باش دیگه. همون جوری دیگه. یعنی تو همه چیتون رو با هم دارید ولی تو رابطه نیستید. نه تو رابطه، نه تو شاید هم خیلی چیزا رو نداشته باشید. مثلا سکستون رو دارید شاید تو نداشته رابطه باشید. شاید هم نداشته باشید. شاید هم نداشته باشید. یعنی همه چی میشه بنفیت. آره اون میشه بنفیت که مثلا رابطه جنسی. اپیزود زیاد به اون قسمت نره. میدونی شرط. خب دوست دارم خیلی عمیق راجع به این موضوعات صحبت کنم و نمیدونم آخه ریاکشن میتونی نظر خودتو بگی. میتونی راجع به من چی نگی؟ من نظرات من اینه که داداش عشق این خیلی خوبه. تجربه تو از عشق چیه؟ عشق خیلی خوبه، قشنگه. خب ولی خب ما نمیریم توی رابطه که مثلا اذیت کنیم همدیگه رو. ما نمیریم که مثلا کیفیت‌های همدیگه رو مثلا خراب کنیم. ما توی یه رابطه‌ای که نمیدونم دل همدیگه رو بشکنیم که ما باید به علایق همدیگه احترام بذاریم. توی یه رابطه‌ای که رابطه همدلیه به نظر من.
تا حالا همچین رابطه جذابی داشتی؟ نه. چرا؟ به نظر من عشق زمینی نیست. یه چیزیه که عشق اون جوشش شعفیه که توی مثلا وقتی نمیدونم نفس میکشی احساس میکنی، نمیدونم به این حس کسی رسیده باشه. خیلی رسیدن ها، نمیدونم مثلا اونایی که دارم میبینن. منم الان رسیدم. چرا؟ خب شاید مثلا با خندیدن یه بچه با از اون لحاظ همون چیز منظورته، پارتنر منظورته. پارتنر عشق منظور تو رابطه فکر عشق نه، عشق جدا. میگم مثلا دوست داشتن خیلی زیاد تو میتونی توی رابطه به وجود حس کنی، ولی اون عشقو من تو زندگیت حس میکنی. آره دیگه، اون عشقو باید همه چی داشته باشی. فکر کردم منظور دختره، دوست دختر من. گفتی من عاشقم. پاچه خاری بکنم. ما هم که نفهمیدیم. خب پس خیلی بحث جالبی. ولی شده که مثلا من یکی رو خیلی دوست داشته باشم. شده. آره شده. خب ولی توی اپیزود این پادکست، حالا این اپیزود اول، توی یکی از اپیزودهایی که بعدها میاد گفتم که مثلا من دوباره رفتم طرفمو دیدم و دیگه اون شاید اون دوباره حس بهش داشتم بعد از کاتم، ولی رفتم دیدم حس دوباره رفته. چرا؟ چون معیارت عوض شده. چون ببین اون چیزی که واقعا بوده مواجه شد. خب من با طرفم تو رابطه بودم. خب یه دلیل این که داشتم خیلی بهش فکر می‌کردم این بود که اون رفته بود، من نرفته بودم. خب این وقتی یه نفر میره باز یه حس کنجکاوی تو داری که چرا و فلان و اینا، بعد یه سری چیزا تو ذهن خودت میسازی که طرف اون حس رو می‌بینی، تو دلت برای اون حس تنگ میشه که کنار طرف داشت. درست میگی. من رفتم دیدم واقعا اون چیزی که باید نبوده و چقدر خوب که اصلا کات شد. تو یه مدت طولانی که با یارو در ارتباط نیستی، ذهنتون رو بزرگ میکنه. اینجوری که اون اکسه بود اون موقع، بعد مثلا یه مدت طولانی هم مثلا ندیدیش، خیلی چیزای بدش رو فراموش میکنی، ذهنت فقط چیزای خوبش رو یادآوری میکنه. میگی اون دختره بود چقدر فلان چیزش خوب بود، در صورتی که یادت نمیاد که مثلا یارو با تو حرف میزد، شاید یه لحن تون صدای بالاش داره آزار میداد، بعد که دوباره باهاش صحبت میکنی اون تداعی میشه یا میگی ولم کن از این آدم متنفر. تست تو چیه اگه با یه دختری آشناشی، دوستش داشته باشی، اینجوری باشه که اوکی، بعد یهو رندوم بهت بگه که من ببین بادی کانتم 5-6 نفری هست، بعدم 10 نفر. بهداشت رو باید فقط رعایت کرد. مثل چی؟ مثل شقایق. شقایق چیه؟ شقایق دیگه، عایق شق. داداش این حرفا رو نزن تو پادکست. دیگه قرار شد من هرچی میتونم بگو راحت باش. به نظر تو جامعه ما چه باگی هایی وجود داره تو روابط؟ تو جامعه ما فقط هستش؟ چیز داره راجوش فکر کردی؟ تو جامعه ما اینجوریه که از بچگی دختر پسر جدا بودن تا سن 18-19 سالگی، بعد تازه شاید بازم اون کسایی که برن دانشگاه اینا یه ذره دختر ببینن، یا مثلا میرن محیط کار و اینا یه خورده مثلا دختر ببینن، بازم خیلی کم. یعنی اینجوریه که یه عقده، یه تفکیک جنسیتی بسیار شدیدی توی ایران هست. باعث شده که چیز نه پسرها بلدن با دخترها درست رفتار کنن، نه دخترها بلدن با پسرها. احساس میکنن یه موجودات جدایی هستن. مثلا یه پسر مثلا یه دختر میبینه مثلا میگه یه موجود مثلا دیگه است. مثلا من یه دختر باهاش صحبت میکنم، نمیدونم میبینه فکر کنم این ویدیو رو، اصلا میگه دختر رو شما باید بذاری رو تخم چشتون و فلان و اینا. من واقعا توی روابطم بین دختر و پسر فرق آنچنانی نمیبینم. خب من تو رابطه میذارم تخم چشمام داداش. خب این چیز هست. خب نظرت راجع به اپ های دیتیابی چیه؟ آره درست گفتم دیگه. اپ های دیتیابی، آره دیتینگ اپ. آره درست. دیتینگ اپ ها خوبه به نظر من، بد نیست. همین
نه خب ببین این چاقو میمونه دیگه، مثل این که بگی مثلا چاقو خوبه، من با چاقو میتونم آدم بکشم، با چاقو میتونم مثلا پیاز پوست بکنم. خب پس به نظر تو خوبه؟ آره بعد آخه میدونی من مثلا میگم همیشه اینو میگم، مثلا ما الان بخوایم مثلا دنبال یه پارتنر بگردیم تو این جامعه، یا مثلا قدیما که مامانا میرفتن پیدا میکردن برای پسرا، مثلا ندیده و نشناخته، یا مثلا تو محیط کاره یا تو دانشگاهه یا مثلا تو جاهای دیگه هستی، مثلا تو پاساژ و تو خیابون و فلان و اینا. یکی از این مکانهایی که شما میتونی مثلا یه پارتنر پیدا کنی همین اپای دیتینگ. ولی خب یه تأثیر بدی که روی ذهن آدمو میذاره، تو دیگه میری صرفا اونجا پارتنر پیدا کنی و یه حجم زیادی از دخترا رو میبینی. شاید مثلا تو خیابون گزینه کمی داشته باشی. به نظر اون گزینه زیاد یه ذره برعکس داره عمل میکنه، میدونی، یعنی اون مخصوصا برای دخترا. من یه تحقیق داشتم میخوندم، نوشته بودن که کلا 10% پسرا لایک میشن توسط دخترا و 95% پسرا دخترا لایک میکنن، فقط 5% دخترا لایک نمیشن. یعنی ببین چه حجم زیادی از انتخابات دختر داره و میمونه که کدومو انتخاب کنه. و یه دختر دیگه مغزمون که چه کار میکنه، اون دوپامینی که مثلا حال میده. من میرم، من خودم دیتای اینجوری داشتم دیگه، من میرم با طرف بیرون، طرف یه مثلا چی میگم، من قدم 2 متره، یه یارو 2 پیدا میکنه مثلا میگه با اون برم بیرون، این مثلا ماشینش تیباه، اون ماشینش 207، این گزینه زیاد میشه و تو آنپاس میمونی. و اگر نتونی آگاهانه انتخاب درست از اونجا داشته باشی، آره میگم این نباید اجازه بدی که اینقدر زیاد با آدمای مختلف حرف بزنی. آره به نظرم شما اگر به عنوان دختر هستی، شما دختر باشی که هر کیو لایک کنی برات میاد بالا. اکثرا شما باید کسایی که فقط خوشت میاد و لایک کنی. اونم مثلا سعی کنی که با تعداد افراد کم ارتباط. آره بعد مثلا کوالیتیای طرفو ببین که مثلا آقا به چه چیزایی جفتتون علاقه دارید. و شاید یارو مثلا چی لاشخور باشه، تو مثلا عاشق هنر و فرهنگ باشی. ببینید به چه سلایقی به هم نزدیکتر، اونجوری همدیگه رو انتخاب کنید دیگه. همه جا همین. ولی من یه دوستی داشتم که دختر بامبل داشت که اینجوری بود که میگفت من وقت خیلی سال پیش 3-4 سال پیش میگفت من دیوونه شدم از این اپ، دیگه نمیتونم یه نفر رو واقعا انتخاب کنم باش برم بیرون. اینجوری هم که میگم شاید یکی بهتر، بذار باز اسکرول کنم، شاید یکی بهتر. اینجوری که هیچ کیو در حد مقایسه میکنیم دیگه. مثلا یکی میری بیرون، یکی باهات همکلاسی، باهات ارتباط میگیره، اینجوری که داری باهاش فاز خوبی میگیری و با اون کسی که تو مجازی و بامبل و ایناست مقایسه میکنی، اینو رد میکنی. بعد همونی که تو بامبل است و دوباره با یکی دیگه داری مقایسه میکنی، همونم دوباره رد میکنی، دوباره اونو با یکی دیگه مقایسه میکنی، دست بالا دست زیاده دیگه، تهش میرسی به پوچی. میدونی من اون اینجوری شده بود، دیوونه شده بود. اینجوری بود که من دیگه واقعا نمیتونم با کسی برم بیرون، این اپم دیگه معتاد شدم و فلان و بیسان اینا. فقط بامبل است تو ایران، درسته؟ آره قدیم تیندر هم بود، الان بامبل و فکر کنم بدو هم هست. بدو هم هست، نمیدونم دیگه چی هست، من استفاده نکردم. من مثلا بدو رو داشتم پاک کردم، اونجا مثلا بیشتر بایسکشوالا و بیشتر اونایی که مثلا جدا آره اونجا LGBTQ فکر می‌کنم خود اپ اینو تعیین کرده. نه اونجا LGBTQ من بیشتر دیدم، ولی خب توی بامبل بیشتر دخترن. حالا نمیدونم، بعد بالاخره جندرت هم انتخاب کنید. من بدو جون یه مدت. خب پس تا حالا دیت داشتی از تو بامبل؟ آره. چقدر؟ همین چند روز پیش، دیروز. چه جالب. آره دیروز با یه دختره بود صحبت می‌کردم. خب خیلی وقتم بود مثلا صحبت می‌کردم، فکر کنم با قبل جنگ ما مچ شده بودیم صحبت می‌کردم، ولی خب دختر خیلی گوگلی و باحالی هم بود. رفتیم با هم بیرون. آره مثلا انقدر طول کشید که بریم با هم بیرون. خوب بود. زیاد دیت نکردم، مثلا بخوام اگه با هر کی که مچ بشم برم مثلا بیرون، هر روز باید برم دیت. با 600 میلیون پول دیت اول بدی. آره. پول دیت اول کی میده، دختر یا پسر؟ پول دیت اول پسر میده دیگه. من خودم اینجوری هم دیگه، من اصلا میگم تو بشین میرم حساب میکنم. آره دیت پسر میده دیگه، دختر دیگه تابلوه دیگه. ولی مثلا تو برو جلو بده. خب یه پسر میگم مثلا برو جلو بده، ولی مثلا ریاکشن طرفم نگاه کن دیگه. ببین
نه خب داره چجوری با تا میکنه؟ مثلا اینجوریه که واقعا توقع داره ازت. خب ببین شما دیت اول یه خانومی رو دعوت میکنی، خب میبری. دیت اول اون دعوتت نکرده، شما دعوت کردی میبری. ولی خب میری تو رابطه دیگه یه چیز دو طرفه میشه. من به عنوان پسر خب آدم حمایتگری میتونم باشم، 4 تا رو من حساب میکنم، یه دونه رو خانوم بالاخره. اونم واسه این که میدونی خودشو چیز جذابه. آره. من خودم به شخصه وقتی میگم یه بار طرف میگه بذار من مهمونت کنم چون زیاد خرج کردی، یه حس خوبی بهم دست میده. آره. واسه اون حس هست. مهم نیست یاد این چیزو. میگم گفتم دیگه، ما اون نون و پنیرم کسی که دوست داشته باشه، نون و پنیر رو خوردیم، دخترتون رو بردیم، مثلا ولمون بود. خب آقا، رد فلگ هات و گرین فلگ هات چیست؟ احساس میکنم قراره برم تو رابطه، دیت قراره با هم داشته باشیم. من دیروز رفتم دیت، اینا رو نپرسیدم مثلا این اسکولا. بگو ببینم رد فلگ چیه؟ رد فلگ من با دیس غذا بخوره کنسل. غذا بخوره کنسله. رد فلگ یه چیز عامه نگو، یه چیز خاص بگو. رد فلگ دادش خب من خیلی مهم، لایف استایل طرفم خیلی برام مهمه. جالبی. آره لایف استایلش باید لایف استایلی باشه که بهت بخوره، حال ارزش قائل باشه برای خودش. گرین فلگت؟ گرین فلگ هم لایف استایل خوبی داشته. داری از زیر سوالا در میری. گرین فلگ هم اینه که مثلا موزیک خوب گوش بده، نمیدونم سلایقش با من یکی باشه، میدونی چی میگم، خوشگل باشه و سلیقش هم با من یکی باشه. مثلا بریم تو ماشین لینکین پارک گوش کنیم. خب از لحاظ ظاهری چی؟ از لحاظ ظاهری خیلی کوچیک باشه. بچه‌ها دارن گوش میدن، سفارش تا ان شاءالله به زودی. آره نه خیلی دختر توپل دوست ندارم. رونش هم من باید کوچیک‌تر باشه. من خودم رون بزرگی دارم. هیچ گیری نگو. یه بار دیگه این سلیقه منه. بادی شیم کردی؟ اونم آدمه. بادی شیم نیست، اونا هم خب قشنگی خودشونو دارن. خب من نمیپسندم. مثل اینه که من مثلا یکی عاشق نمیدونم فرامرز اصلانی منم دوست دارم، چی بگم، یکی مثلا عاشق شادمهر عقیلیه، من شادمهر عقیلی رو زیاد دوست ندارم. آره منطقی. این نیست که شادمهر عقیلی بده. خب چجوری باشه؟ اسکینی باشه، کوچولو باشه، زرد باشه. زرد؟ بور نه فرق نمیکنه. گوگلی باشه، خانوم باشه، دختر باشه کافیه. دختر باشه. خب شما سلیقه‌م خانومیه. من دوست ببین من خانومم مو مشکی باشه، متعادل باشه، نرمال باشه، قدش 150 باشه، 152. 152 دوست دختره؟ نه 162 ببخشید. نمیدونم. 152 خیلی ریز میشه. وایسید. چرا یادم رفت قدش؟ حالا چی کار کرده باهات؟ اینجوری میترسی. کارشو درست انجام بده، حلالش باشه. دختر باید دختر باشه دیگه. دختری که به نظر من دختر نباشه دختر نیست. بابا داداش دختر مهربون باش با دختر، همیشه حق با دختره، نازشو بکش. آلفا چیه؟ من خیلی با آدم بدی بودم خودم، کلا میگم باگی داشتم. تو باید بیافتی دنبال دختر. آره شدیده بچه من به خاطر یه مسائل دیگه دارم. یه سوال بفرم. بچه دوست داری بیاری؟ آره خیلی. یه جواد کوچولو. آره اتفاقا هم پسر دوست دارم یه دونه داشته باشم، هم یه دونه دختر. یه دختر. فقط دوست دارم چه شکلی میشن. آره نه بزرگ شدنشون رو دوست دارم ببینم. آره خیلی نه تشکیل خانواده میخوام ببینم چی جوریه. تشکیل خانواده خیلی دوست دارم. دوست داری؟ آره ولی خب به محمد سیج داشتم میگفتم، مهمون بعدی برنامه ما. آره داشتم میگفتم من تا اون لونم رو درست نکنم نمیتونم
تا لونه ای نداشته باشم نمیتونم برم توش تخم بذارم. بعد این شرایطی رو فراهم کنی که بری ازدواج کنی و بچه دار بشی. الان نمیتونم اصلا به تشکیل خانواده فکر کنم، ولی دوست دارم همچین چیزی رو احساس کنم. مثلا آدم تو برنامه بازی‌ها تخم می‌ذاری چجوری شد؟ آره دیگه. من یه جوجوی کوچولوام. منم دوست دارم. تو هم دوست داری بچه دار بشی؟ من دوست دارم بچه دار بشم. منم دوست دارم. دختر دوست داری یا پسر؟ من دوست دارم یک پسر به اسم شاهرخ داشته باشم. شاهرخ؟ واقعا؟ آره اسم شاهرخ رو دوست دارم. شاهرخ قشنگه. دختر اسم خاصی رو دوست ندارم، اسم دوست دارم. آره ولی اسم پسر مثلا تو ذهنم شاهرخه، اسم دختر چیزی تو ذهنم نیست. نه من اسم دختر نور دوست دارم بذارم. چه جالب. نور. اسم پسر هامون. چقدر جالب. خوشم اومد. نور هامون. اینو با دوست دختر قبلیم بسته بود. جالبی بود، بحث جالبی. لذت بردیم. من اسم دختر یه چیزی دوست دارم. چی؟ ذهنم رفت. بایستا. به دوست دخترت بگو. نگو. یه شعر به نظرم بخونیم بعد بریم طبق همه اپیزودهای شعر. بخونیم بعد بریم. در قافله عمر یه زیدی داشتم که او را بر سر تخم چشمانم میذاشتم. دیدی من امروز به تو رو کردم. هیچ وقت تو مرا نمیبینی که سردم ای بانو. قلب من مثل یه گهواره عشقی بود و هرچه در دنیا دارم حتی این میز و اون سودو. همه اینا به نام تو بود و ای بانوی عزیز دوستت دارم. افیت داره در میارم مثل این که هی کرده بودم.